سرسخترین دشمن برای مسلمان ها یهود هست. نه تنها برای مسلمان ها، دشمن تمام بشریت هست. یهود عقیده باطله خود را به دنیا چنین جلوه میده، میگه ما پیغمبر زاده ایم، بندگان محبوب الله ما هستیم، ما را خداوند عذاب نمیکنه، اگر عذاب هم بشیم فقط ایام معدوده، چند روز بسیار اندکی. تمام انسان ها غیر از یهود میگه اینها همه را الله به خدمت یهود پیدا کرده. مثل که ما و شما شکار مبا داریم، هر چی که یهود انسان بکشه به عقیده باطلش میگه برای ما گناه نیست. مسلمان های تمام دنیا، انسان های تمام دنیا میگه مردانشان غلام یهود هست، زنانشان کنیز یهود هست، مال و ثروتشان هم مال و ثروت یهود هست. این عقیده باطله و این فکر و مفکوره باطله خلاصه یهود هست. قرآن عظیم الشان می فرمایه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا. هر آینه میابی تو سرسخترین دشمنان مسلمان ها را، این را قرآن میگه. تو مسلمان باید دشمن خود را بشناسی. سرسخترین دشمن تو مسلمان الیهود. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. سرسخترین دشمن وقتی یهود باشه، پس بناهن این قرآن خدا میگه این دشمن توست، بناهن تو مسلمان باید غافل نباشی، تو مسلمان متوجه باشی. یهود تنها قصد فلسطین را ندارد که تنها حکومتش در فلسطین پیاده بشه. یهود قصد حکمرانی در کشورهای آسیایی داره. یهود میخواه همه کشورها را اشغال کنه و بگیره و در همه کشورها خلاصه حکمرانی داشته باشه و سلطه داشته باشه. این یهود دارای چی صفاتی هست؟ وقتی قرآن عظیم الشان از ابتدا تا انتها بخوانیم میدانیم که یهود دارای چی صفات رذیله و خبیثه هست. میدانیم که کثیفترین انسانهای روی زمین یهود هستند. کثیفترین انسانها، بیعقلترین انسانها، رذیلترین انسانها، پسترین انسانها در روی زمین یهود هستند. اول 7 صفت رذیله و خبیثه یهود را به طور خلاصه و فشرده اشاره می کنیم. اول، یهود با خدا اعتراض کردن. با خدا اعتراض می کنن. آیه مبارکه نازل می شود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چی کسی هست که برای خدا قرض بده؟ یعنی قرض الحسنه بده. وقتی یهود این حرف را شنیدن، لقد سمع الله قول الذين قالوا، وقتی این را شنیدن قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیاء. همان خدا فقیر، ما غنیم، خدا از ما طلب قرض کرده. اینجا با خدا اعتراض کردن. خیلی جالبه، در کتاب تحریف شده اینها، تورات و انجیل تحریف شده، یعنی تغییر یافته. آنچه که کلام خدا بوده تغییر دادن و آنچه که به ضرر اینا بوده تغییر دادن. خیلی جالبه، در یک کتابی از یهودی ها که من خواندم، از کتابهای بزرگ اینا، مبارک اینا، مقدس اینا، به پیش خود اینا چی نوشته هست؟ یهودی ها نوشته کردن که یهودی ها اولاد حضرت یعقوب علیه السلام هستند. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله تحریر کرده بودن، نوشته کرده بودن. کتاب الان پیش من هست، در انجیل و در تورات این هم نقل آمده. نوشتن که حضرت یعقوب علیه السلام نعوذ بالله من ذلك روزی با خدا گشتی گرفت. نعوذ بالله. چقدر مردمان بیعقل هستن اینها. با خدا گشتی گرفت. به اینه که یهود میگن ما بخشیده ایم. چرا بخشیده ای؟ یعقوب نعوذ بالله با خدا گشتی گرفت، خدا را به زمین زد و بعد بالای خدا نعوذ بالله من ذلک نشست بر سینه‌اش. بعد گفت که اولاد مرا یهودی ها را میبخشی یا این که تو را رها نکنم؟
بعد خدا برای یعقوب قول داد که تو مرا رها کن، من اونها را میبخشم. چقدر حرف جاهلانه. یعقوب اگر یک ذره توان داشت که خدا را نعوذ بالله به زمین بزند، بهشتی هم به خود تیار میکرد، دوزخی هم تیار میکرد دیگه، نیازی به خدا چی داشت دیگه؟ حضرت یعقوب خود از او بنده خدا هست. حضرت یعقوب شب و روز گریه میکنه، پیشگاه الله زاری میکنه، ناله میکنه که الله من بنده تو هستم. این عقیده باطل یهود هست که با خدا توهین میکنن، با خدا اعتراض میکنن. دوم، نجات پرستی کار یهود هست. یهود قوم نجات پرست هست، غیر از یهودیت دیگه هیچ قومی را قبول ندارد. در روی زمین هیچ قومی را به رسمیت نمی شناسه، فقط میگه یهود. تورات را چنان تحریف کردن که از ابتدا تا انتهای تورات بخوانید تعریف یهوده، تعریف یهوده. نه از بهشت بحثی داره، نه از دوزخ بحثی داره، نه از رحمت بحثی داره، فقط تعریف و توصیف یهود و بنی اسرائیل و اینها هست. پس صفت رذیله و خبیثه دیگر یهود اینه که نجات پرست هستند، فقط قوم خود را میبینن نه دیگر کسی را. چهارم، سوم، این که بسیار خشن و متجاوز هستند. خشونت و تجاوز یهود از حد گذشته، از صدر اسلام، قبل از اسلام تا به امروز. قرآن عظیم الشان میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر من الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. دلهای یهود از دل سنگ هم سخت‌تر هست. این قرآن میگه دل یهود بسی هم دل سختیه. طفل معصوم رو بگذار پیش رو خود اور جبرکش کن. حالا بس اسلام یک طرف، ولی تو حس بشری هم در وجود تو نبوده، حس انسانیت هم در وجود تو نبوده. این قرآن میگه دل یهود از سنگ هم سخت‌تر هست. سنگر وقتی که آب بریزه 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 با قطران آب روزی سنگ میشکافه. و یا بالاخره قرآن عظیم الشان میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن با کوها نازل میشد، کوها تکه تکه میشد، ولی این قرآن هر لحظه به گوش یهود خوانده شد، در دل ایشان هیچ اثر نکرد و تا به امروز هم اثر نداره. بنابراین این سوم صفت از صفتهای رذیلهشان این بود که بسیار خشن و متجاوز، هر کاری که از دستشان بیایه انجام میدن. به طفل فلسطینی تجاوز کردن، به زن فلسطینی تجاوز کردن، خلاصه به خانهشان تجاوز کردن، خاکشان را اشغال کردن و تا به امروز هم چی حالت و چی وضعیتی. سوم این است که یهود به یک روز 70 پیغمبر را شهید کردند. یهود به یک روز 70 پیامبر، وقتی پیغمبر را شهید کنن، با پیامبر رحم نکنن، به من و تو رحم میکنن، به زن مسلمان فلسطینی رحم میکنن، به طفل معصوم رحم میکنن. قرآن عظیم الشان میفرمایه به این موضوع که انبیای خدا را به ناحق شهید کردن، با انبیای خدا خلاصه درست و صحیح رفتار نکردن. پنجم، عدم پایبندی به مسائل اخلاقی. اخلاق به اطراف یهود اصلا دور نخورده، اصلا از مسائل اخلاقی هیچ آگاهی ندارن و هیچ پایبندی ندارن. هر کار زشتی که از دستشان میآیه انجام میدهن. خیلی مردمان بد اخلاق، خیلی مردمان زشت، مردمانی هستند که الله سبحانه و تعالی مذمت از اونها کرده. خیلی مسئله مهمیه. من و شما شبانه روز چند مرتبه سوره فاتحه را تلاوت میکنیم در نمازها. 4 رکعت نماز صبح، 10 رکعت نماز ظهر، خلاصه 4 رکعت عصر، 5 رکعت بالاخره مغرب، 9 رکعت عشاء. هرچی هم که نماز نافله میخونیم با هر رکعت باید سوره فاتحه خوانده بشه. چند مرتبه میشه؟ تو مسلمان چی میگی؟
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم. ای الله مرا هدایت کن برای کسانی ببر که برایشان نعمت دادی، مرا برای ای اشخاص نبر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مرا برای مغضوب علیهم نبر. مغضوب علیهم چی کسانی هستند؟ کسانی که غضب شده بر ایشان، یهود، ضالین یعنی نصارا. هر روز تو مسلمان از خدا خواهش میکنی که ای الله مرا به راه یهود نبر، ای الله مرا به راه نصارا نبر، ای الله مرا به فرهنگ یهود آشنا نکن، ای الله فرهنگ یهود رو به خانه من نیار، ای الله از فرهنگ یهود من بیزاری میجویم. این کار و برنامه هر روز و هر شب تو مسلمانه که از دست فرهنگ از این دو دشمن عظیم و بزرگ تو به خدا پناه میجویی و میگوی که ای الله ما را به این راه سوق ندی. از بس که این دو دشمن خطرناک هستند، یهود و نصارا. ششم دیگر از صفات خبیثه و رذیله یهود اینه که بخیل، بخل و مال پرستی. یهود خیلی بخیل هست، خیلی مال پرست هست. چیزی که به یهود ارزش داره ماله، ثروته. دین برای یهود ارزش نداره. تا حتی حضرت موسی و کلیسا و اینها برای یهود ارزش نداره. یگانه چیزی که برای یهود ارزش داره مال پرسته و در کناری که مال هم داره بخیله. قرآن عظیم الشان می فرمایه ام لهم نصیب من الملک. اگر به دست یهود پادشاهی هم بیایه، اگر ثروت کثیری هم بیایه، چه کار میشه؟ فاذا لا یأتون الناس نقیرا. به اندازه یک نقیری هم برای مردم ها کمک نمی کنن. نقیر چی اندازه هست؟ مفسرین میفرمایند خرما را وقتی متوجه شده باشید خسته داره، در پشت هسته خرما یک سوراخه که خورد هست. مفسرین میفرمایند که همان سوراخه که خورد و ضعیف همان نقیر هست. قرآن میگه به اندازه نقیر هم اگر پادشاهی دنیا هم از یهود باشه برای شما کمک نمی کنن، برای شما خلاصه ارزش قائل نمیشن. وقتی که قدرت پیدا کنن، آیا برای من و تو خدمت میکنن؟ آیا برای من و تو سرمایه گذاری میکنن؟ آیا برای من و تو محب میشون؟ آیا برای من و تو عزیز میشون؟ باور کنید یهود و نصارا به خون تک تک من و تو تشنه هستن، اما من و تو بیخبر هستیم، من و تو غافل شدیم. قرآن میگه وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. این را رب العالمین میگه مثل که کفار به تعقیب شما هستن که شما را بکشن، همه شما را، شما مسلمان ها هم به تعقیبشان بشوید، بکشید همه ایشان را. قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه. بکشید مشرکین را مثل که شما را میکشن. قتل عام کنید مشرکین را مثل که شما را قتل عام میکنن. این تعبیر قرآن هست، این آیه قرآن هست. بنان عزیزان من، هفتم عهد شکنی کار یهود هست. عهد خود را با الله شکستن. الله از یهود عهد و پیمان گرفت که دیگر شرک نیاورید. و قالت الیهود عزیر ابن الله. باز گفتن عزیر بچه خدا هست، باز بت پرست شدن. پیامبر از اونا عهد گرفت، با پیامبر هم عهد خود را شکستن. با مسلمان ها عهد میبندن تا به امروز، ولی عهد خود را میشکنن. برای مردم فلسطین میگن ما دیگه حمله نمی کنیم، ولی مردم فلسطین در بیت المقدس بر سر نماز استاده هستند. دشمنان اسلام، سربازان کثیف صهیونیست در سر نماز حمله میکنند. این است عزیزان من که یهود عهد شکن است.
عهد خود را با الله شکستن، با پیامبر شکستن، با مؤمنین و مسلمان ها شکستن. این صفت کثیفه و رذیله یهود هست، مسئله عهد شکنی. بناهن عزیزان من، این شمه بود، این یک قطره بود که من از لابلای قرآن گرفتم، صفات خبیثه و رذیله یهود را. مگر بخوانید که چقدر حضرت موسی را اینها به عذاب کردن، به تکلیف کردن، چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم به تکلیف کردن. یهود با زبان خود پیامبر ما و شما را اذیت میکردن. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. لفظ راعنا در عربی یعنی متوجه ما باش. صحابه پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، می گفتن راعنا، یعنی طرف ما نگاه کن، ما را متوجه بساز. یهودی ها به لفظ یهودی وقتی می آمدن به مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم می نشستن، زبان خود را کج می کردن، می گفتن یا محمد راعینا راعینا. پیامبر متوجه نمی شدن، صحابه متوجه. باز یهود طرف هم دیگر می خندیدن. راعینا یعنی نگاه کن، راعینا یعنی چی؟ یعنی ای چوپان ما. یهود با زبان خود پیامبر و صحابه اذیت می کردن. تنها یهود نیه که تفنگ بگیره تو مسلمان رو بکشه. یهود با زبان خود دشمنی میکنه، با فکر خود دشمنی میکنه. یهود خلاصه به هر طریقی که بشه برای تو مسلمان ضربه وارد میکنه. مثل که به صدر اسلام الله حبیب خود را دوست داره، الله مسلمان ها را دوست داره، الله علیم بذات الصدور، از قلب ها آگاهه. آیه نازل میشه، جبرائیل میآیه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ای مسلمان ها، از این بعد دیگه نگیم راعنا، راعنا نگیم که یهود از این کلمه سوء استفاده کرد. چی بگیم؟ قل انظرنا، به این کلمه بگیم ای پیامبر انظرنا، طرف ما نظر کن. ببینیم چقدر دشمنی دارن یهود، چقدر مکر دارن، چقدر حیله دارن، چقدر خلاصه کار میکنن و چقدر ضربه بر مسلمان ها وارد میکنن. سروران عزیز و بزرگوار، باید هر کدام من و شما متوجه باشیم و دشمن فلسطین، دشمن مسلمان ها، دشمن بشریت را بشناسیم که یهود هست. این دشمن فلسطین را اشغال کرده، این دشمن با فلسطینی ها دشمنی میکنه. حالا بفهمیم که چقدر ظلم خواهد کرد، چقدر برای اسرا شکنجه خواهد بود. وظیفه و مسئولیت مسلمان ها در قبال فلسطین چیست؟ مسلمان ها چی وظیفه دارن؟ سران کشورهای اسلامی چی مسئولیتی دارن؟ دنیای عرب چی مسئولیتی داره؟ آنهایی که همجوار و همسایه فلسطین هستند اگر توان دارن از لحاظ تسلیحاتی مسلمان های فلسطین را اکمال نمایند. کشورهای اسلامی و رهبران مسلمان اگر در توانشان هست که چیز واضح هست، اگر اربابان خود را از خود آزرده کنن، رب العالمین را از خود راضی بگردانن، وظیفهشان این هست که امکانات و کمک های تسلیحاتی برای مردمان فلسطین داشته باشند. یعنی در بخش نظامی برای فرزندان فلسطین امکانات و تجهیزات را آماده بسازند. سران عرب، ثروتمندان عرب و ثروتمندان عجم، اونهایی که توان دارن مسلمان های فلسطین را کمک اقتصادی بنمایند و آنهایی که نمیتوانند از لحاظ تسلیحاتی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، وظیفه و مسئولیت او انسانها که من و شما هستیم این است که دعا داشته باشیم.
در حق فلسطینی ها دعا کنیم، در حق خواهران فلسطینی و برادران فلسطینی و به حق شهدای فلسطین و به حق مجروحین فلسطین باید دعا داشته باشیم سروران عزیز و بزرگوار. این بود به طور خلاصه و فشرده بحث قدس عزیز، قدسی که عزیز هست، عزیزتر از جان من و تو مسلمان هست. قدس عزیزی که محبتش در دل من و توست. اگر محبت مکه و مدینه و قدس در دل من و تو نباشه، این را بدان که در ایمان من و تو خلل هست، در ایمان من و تو ضعف هست، در ایمان من و تو خلاصه سستی و زبونی و اینها هست. بنابراین جمعه رمضان هست. خدا بهتر میداند که سال آینده باشیم یا نباشیم. خدا بهتر میداند که دیگر رمضان نصیب ما می شود یا نمی شود. ولی از الله می خواهیم که ای الله این روزه را و این رمضان را رمضان اخیر ما نگردان. خدایا پروردگارا بارها و بارها رمضان را و شب قدر را و این فیوزات و برکات را نصیب همه امت اسلام بگردن. عزیزان من و شما امشب 27م شب قدر، فردا شب 28م، پس فردا شب 29م، شب اخیر رمضان، حدیث اخیر رمضان را که رسول معظم اسلام فرمودن، این را تلاوت می کنم، به طور خلاصه ترجمه می کنم و دعا می کنیم. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شب عید پیش رو هست. شب اخیر رمضان چه شب است؟ متاسفانه از الان تلویزیون ها و رسانه ها شروع کردن به تبلیغات که شب اول عید کدام فیلم و دوم عید کدام فیلم و سوم عید کدام فیلم و شب اول کدام آهنگ و سوم کدام آهنگ. بدبختی هست. خدای تبارک و تعالی اونها را هدایت کن. یک ماه تو مسلمان روزه گرفتی، نباید این را دیگه از شب اول عید شروع کنی باز به گناه و معصیت، شروع کنی به این که این طاعات و عبادات خود را خدشه‌دار کنی. رسول معظم اسلام فرمودن یغفر لامته، آمرزیده می شوند یا بخشش می آید برای امت من. یک بخشش می آید، انعام می آید، عیدی می آید برای امت. فی آخر لیلة من رمضان، شب اخیر رمضان رسول الله می فرمایند که برای امت من عیدی می آید. این عیدی چیست؟ یغفر، عیدی بخشیدن، عیدی بخشش. یک نفر زندانی هست، رئیس جمهور می آید به دروازه زندان. زندانی صدا میکنه چی میخوایی؟ او چی خواهش میکنه؟ غذا میخواهم، آب میخواهم، نان میخواهم، لباس میخواهم؟ نه، او را مخیر میگذاره، میگه آزادی میخوایی یا طعام و غذا؟ شب عید هم ای عیدی الله آزادی انسانها از جهنم هست، عیدی انسانها آمرزش هست، بخشش هست، قلم عفو بر گناهان کشیدن هست. صحابه عرض کردن قیل یا رسول الله، گفته شد ای رسول خدا اهی لیلة القدر، آیا این شب قدر است؟ گفتن نخیر، این شب قدر نیست، بلکه ولكن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله. فرمودن که کارگر مزد خود را چی وقت میگیره؟ من و شما کارگر وقتی داشته باشیم ساعت 10 بیجه مزدش را میدیم، 2 بیجه میدیم؟ نه خیر، وقتی که کار اتمام بشه، کار تمام بشه. وقتی که کار تمام شد
اینجا مزدش را میدیم. رسول الله میفرمایند که انما یوفی اجره اذا قضى عمله. شب عید شبی است که الله میگه ای بنده من کار تو تمام شد. روزه رمضان را به موفقیت کامل گرفتی، شبها را به موفقیت کامل شب زنده‌داری کردی و نماز تراویح خواندی، درست و صحیح صدقه دادی، درست و صحیح سخاوت کردی، عبادت را درست و صحیح انجام دادی. بیا که وقت مزد هست. این شب غفلت نیست، این شب فیلم نگاه کردن نیست، این شب خلاصه به این نیست که انسان ها او شب باز به عیش و نوش شیطانی سپری کنن. عیش و نوش خدایی داشته باش. قل بفضل الله و برحمته فبذلك. وقت فضل الله شامل حالت شد، وقت رحمت الله شامل حالت شد، فلیفرحوا. حالا دیگه خوشحال باش. شب عید شب خوشحالی هست، شبیه که الله نمره میدهد. او شب چگونه؟ رسول معظم اسلام یک اشاره دیگری هم دارن. اشاره دیگرشان اینه که ملائکه کل این نامه اعمال را جمع میکنن. شب عید همه را میگذارن، قلم بر میدارن که ماشینای حساب را میگذارن که جمع و ضرب این نمازهای فرض، یک فرض 70 فرض، خلاصه 1 روپیه 70 روپیه. این نمازهای نفل سنت معادل به فرض، اینا همه میخوان ضرب بزنن، میخوان ثواب بدن. الله سبحانه و تعالی در شب عید صدا میکنه که ای ملائکه من دست نگه دارید که شما نمیتوانید مزد و ثواب صائمین رمضان را بدهید. این همت شما نیست، این سخاوت شما نیست. امشب باید سخاوت رب العالمین به نمایش گذاشته شود. امشب باید رب العالمین سخاوت خود را برای مخلوق نشان بدهد. الله چی سخاوتی خواهد داشت، الله چی قلم خواهد داشت، چی بخشندگی خواهد داشت، چی مهربانی خواهد داشت، چی پذیرایی خواهد داشت. این شب عید است عزیزان، سروران عزیز و بزرگوار. امیدواریم که این دوست شب را غنیمت شمرده، خصوصا شب عید را. موضوعی که به خدمت عزیزان به عرض میرسانن این است که مسئله امشب در این مکان مقدس ختم قرآن عظیم الشنی که تلاوت شد امشب ختم میگردد و همچنین شب نشینی تا سحر ادامه دارد. دوستا و علاقمندان میتوانند با ختم و با این شب نشینی انشاءالله اشتراک کنن. شب 27 به قول حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه که میفرمایند که در طول عمر شب قدر میفرمایند هیچ وقت از پیش من قضا نشده. بعد حساب گرفتن شیخ ابوالحسن خرقانی که اگر به شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است، اگر به یک شنبه روزه شد چند شنبه شب قدر است. و میفرمایند اگر روزه رمضان به روز دوشنبه آغاز شد، شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. بناهن امشب شب مبارک است. دوستان می توانند با این ختم و با این شب نشینی حضور به هم برسانند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله و اتوب الیک یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین.